ازش پرسیدم از کجا آمده. گفت از یه سیاره خیلی کوچیک، اونقدر کوچیک که میشد توی یک روز چند بار غروب خورشید رو دید. میگفت وقتی دلش میگیره غروبا رو تماشا میکنه. من بهش گوش میدادم و حس میکردم مدت هاست هیچ کس انقدر ساده و انقدر واقعی با من حرف نزده. کم کم فهمیدم اون سیاره فقط به اندازه خودش جا داره. 3 آتشفشان کوچولو و یک گل. وقتی اسم گل رو آورد صداش عوض شد. آرومتر شد. انگار چیزی بین دلتنگی و دوست داشتن بود. گفت اون گل خیلی زیباست اما کمی مغروره. گاهی اذیتش میکرده، گاهی هم تنهاش میذاشته. و شازده کوچولو با اینکه دلش پیش گل بود سیارش رو ترک کرده بود تا دنیا رو بشناسه. من فهمیدم اون دنبال جواب سوالاتیه که فقط با سفر پیدا میشن. سوالایی مثل دوستی یعنی چی؟ تنهایی از کجا میاد؟ و چرا بعضی چیزا فقط وقتی از دست میرن ارزششون معلوم میشه؟ شب عمیق‌تر شد و من و شازده کوچولو کنار هم نشسته بودیم. زیر آسمونی پر از ستاره. و من حس می کردم این دیدار تصادفی نیست. در قسمت بعد با هم به سفر شازده کوچولو بین سیاره ها میریم و آدم بزرگایی رو می بینیم که خیلی شبیه دنیای ما هستن. تا قصه بعدی شبتون آروم و پر ستاره.